است صبر کن. رفته با چشمای خودم یک بار میبینم. درست است. در صورتی که میخوایی با چشمای خود ببینی، در اون صورت میریم و میبینیم. حالا سارب. پیش از اینکه ما را ببینه نتیجه برگنی خودت بلا مندازی. ما به خاطر تو جان خودم ایتم زینب. دیشب تو وایلین برام نواخته بودی نه؟ اما هم خواستم با تو یک توفه بدم. وقت نزدیک که میشی مقبولتر میشی. در این صورت مشکل چی است؟ چی است؟ گفتن نمیتونم. دخترم با لیاز خدا چی میکنی؟ آرام باش. آرام نمی باشم پدر، آرام نمی باشم. تا وقتی که نفهمم سینان کجاست هیچ آرام نمی باشم. زینب چرا نمیخوایی درک کنی؟ بیبی ما نمیخوایم که تو را جگر خون بسازم جان پدر. چندین باری کار تجربه کردیم. بازت کدام کار نکو که پشیمان شوی. وقت با او بچه بگویی که مریض هستی فکر میکنی چی خواهد شد؟ فکر کردی که تو را علاج کده میره ها؟ بعدش با تو ده هی جای روی نمیمانه. ایلا تحمل نمیتونی زینبم. کلی کارا را تحمل نمیتونی. بیبی زینب گوش کو جان پدر لطفاً متوجه خود باش. نمیخوایم که برات کدام مشکل پیش شوه. ده حق سینان چی کردین پدر؟ سینان کجاست؟ کار نکردیم دخترم، روانش کردم. به خانه زنگ زدم گفتن نیست. یعنی که خانه نرفته. ما از کجا بفهمم؟ شما ده حقش کدام کار کردین؟ شما هم رایو چی کردین پدر؟ سینان کجاست؟ هیچ کار نکردیم دختر مقبولم. لطفاً خدا جگرخون نساز. تحمل نمیتونم تو جگرخون باشی. کارو بشره حل کردین؟ قسمه که گفتین آخو دیگه اونا میتونه مزاحم خانم زینب شوه. تو چی میگی عزلم؟ ما کدام بچه دگام دارم؟ این گپ راست است؟ بله نامش علی جان است. بچه تو است. بچه ما و تو است. ای تو یک چیز چه تو تونستی از ما پود کنی اسلم؟ گفتن نتونستم علی. وقت سلیمان مرد قلبم شکست. زیاد ترسیدم که مثل ما قلب تو هم نشکنم. از این که بازم درد اولاده تجربه نکنی برات نگفتم. میخواستم بگویم که حامل هستم. اگه برای تو میگفتم که یک بچه دگام داریم کسی دیگه خبر میشد و او رام از بین میبرد. باز از ترسی گفتن نتونستم. مرا ببخش لطفا. آله ما یک بچه دگام دارم محترس. از خونم از جانم یک اولاد دگام دارم. راست است؟ خب حال کجاست؟ عزلم برم بگو حال کجاست؟ خواهش میکنم زودشو برم بگو. علی صبر کن یک گپ دگام است که باید برات بگو. دوباره بعدن گپ میزنی. حاله مرم مستقیم پیش بچیم ببر. حاله علی
برادر حال کسی که شکایت نکده باز چرا پلیس حمله کده ها؟ نمیفهمم. به این مانا که پیلوت مسابقه را نبرده از این شکایت کرد بعدن خودش فرار کرد. خیلی میریم به جای خودمون. میریم اما به مکان پیلوت میریم. او لعنتی پای ما را به حوزه کشاند. ما مگه چشمایو را از کاسش نکشم نامرد باشم. سلام مقبولم. چطور هستی؟ با هم یک پایک بخوریم ها؟ از در رایم پس شویم. نمیتونم. در مقابل مقبولیت بیخی ایران مانده. ببینین دوست پسر ما بکسر است. اگه همیال از اینجا گم نشوین باز بسیار برتان بد میشه. حالا کسی در گپا بازی میخوره ها؟ الهیم کنید لطفا الهیم کنید. الهیم ما کنید. میری الهیم کنید. هر جایی که بخوایی میبریمت مقبول. الهیم کنید. خدا داد. الهیم کنید. خدا داد کمک کن. الهیم کنید. ایزگی الهیم کنید. الهش کنین الهیم کنید. الهش کنین گفتم. تو دیگه کی هستی لوده؟ دوست پسرم است. بکسر است. ببینین ما رو بانه. دوست پسرش هستم اما من خب بکسر نیستم. چرا تو گفتی ایزگی؟ اینا تمثیل میکنن بچه. این دختر از این لوده استفاده کده میخوای از دست ما نجات پیدا کنه. ایره خوب لط کنیم باز بریم رقص کنیم ها؟ با هم یک رقص کنیم؟ ما هم رقص زیاد خوش دارم. نه ما کتی دختر موت سواری میکنیم. تو دیگه کی هستی لوده؟ دیگه ایزگی اینا خلایق رقص کردن نبودن. بیا که ما تو بریم رقص کنیم. بریم خدا داد. بیا که بریم. فکرم خوب کار کرد. بسیار خوب کار کرد. اونا تا صبح قرار خواهو میشن ها بار که. بیبی بچه 10 سال گذشته انسان سایش می باشه او را تا آخر عمر تعقیب میکنه. وقت کدام بلا سرت میایه اگه قسم رفتار کنی که امشب کدی یعنی اگه کار به دست پلیس بسپاری و هر کار به پنجه قانون داده امی قسم ادامه بتی آیسته آیسته از این نجات پیدا میکنی. دیگه ای که یک سفر بسیار طولانی و سخت از باید استادگی کنی. امکان داره هر لحظه پایت بلخشه. کشین بچه ها فقط پیلوت از زندمانه او را با انگشتای میرسانم. حالا دیگه بیادر حالا دیگه زود کو زنگ به جواب بده. حالا وقتش نیست بدت. آقا ما یک راه را به خود انتخاب کردیم و تا آخر ادامه میتم. شما تشویش نکنین. هر چی در گذشته بود گذشت. دمون جماند. اگه صاحب او رستوران مشکل داره باز برات یک کار دیگه پیدا میکنیم. نه او قسم یک چیز نیست. یعنی هر چیز در وقتش میشه. اما تو دوای خورد ریزه بود دیگه. اما حال خلاص شد رفت. طبعا جانم های خلاص شد رفت دیگه.
ما کل ما زیاد خوش شدیم در رستوران به کار شروع کردین. باز مدیرم شدین والله بازم تبریک باشه. پرسیدنش بد است اما چقدر معاش میگیرین؟ آرام باش. جانم به خاطر پرسیدم، یعنی حتما به اندازه‌ای که زحمت میکشن اما قدر میگیرن انشالله. یعنی از صبح تا شب سر پای ایستاده شده مدیریت میکنین. البته آسان نیست، همت نیست. راستش شیرینی آماده کرده بودم، داشت پس خانه ماندیم یادت رفت دختر او را بیار. حداقل میبره خب یاد دخترم. حالا دیگه سعیس مادر سعیس. حالا دیگه حالا از اینکه شما ای زندگیتان در گذشته ایلا کردید بسیار خوب شد، بسیار خوب شد. اما برام بگوین خانه و موترتان خوب کس ندادین؟ در جایش هست. هست. ها با اجازه تان ما میره جواب بتم یک بار. جواب بتین حتما کدام کار مهم است. از همین خاطر پشت در پشت زنگ زده میره. های چی گپ است ودت؟ میمان هستم نمیفهمی؟ پیلوت نفرای هارپوترو سر مکان ما حمله کردن. باید ماندیم بیادم. کل ما را میکشن. چی؟ تحمل کو بیادرم اومدم. خیرت از چی شده؟ چیز آتش سوزی. در رستوران آتش سوزی شده. گفتی آتش سوزی؟ آتش سوزی چی؟ در رستوران آتش سوزی شده. من باید زود اونجا برم. مامکتت میرم. نه منظورم از آتش سوزی یعنی که آتش گرفته خاموشش کردن. من رفته ببینم چقدر خساره کردیم. حالا بخیر بری. آی خوب شد که بخیر گذشت بیچاره. پیلوت هیچ لازم نبود که پایین شوی دویگو. ما باز میبینیم. چرا عجله داری ها؟ مگم نگفتی که آتش سوزی را خاموش کردن؟ راست میگی. نمیخوایی که سعی خداحافظی کنیم؟ خداحافظی نمیکنیم چون که ما همیشه از این به بعد با هم یک جا میباشیم. نه وقت دست به دست هم بتیم چی تو از ده کل کارام میبریم. اما تا نیست هر چیز همیشه همه قسم زیبا باشه، درست است؟ اجازه نتی که خراب شود. خراب نخواد شد. اما آتش سوزی من باید زود برم. خدا اونجا باید برسانم. سعیس وقت رسیدی خبر بده. درست است. اینجاست. بله دو اتاقش هست. علی یک بار گپمه بشنو. عزلم گفتم پسان لطفا. خب اونا چرا اینجا آمده؟ به خاطر که بچهش اینجاست.
خوش است. ببین سفدا، اونا را خوب سعی ببین سفدا. مادر، پدر و طفلشان. برای تو در اونجا هیچ جایی نیست سفدا جان. ایره باید درک کنی.
علی جان فکر میکنه تو مردی. در قلبم چند بار دیگه میخوای با چاقو بزنی وصلم. دیگه چاره ای نداشتم. همیشه درباره تو پرسان میکرد. مادرم هم همراهش گپ زد، برش گفت که تو مردی علی. تو هم چوب شدی اما ترس چطور ای کار ده حقم تانستی؟ خب دیگه ده قصه ما خود نیستی. ده حق بچیم چرا ای کار کدی؟ علی ما مجبور بودم. مجبور بودی اما ترس از ای که بچیم از ما پود کدیم مجبور بودی. یک انسان چطور با او اندازه ظالم شده میتونه که مجبور شوه یک پدر از بچهش جدا بسازه؟ وقتی یک مادر از خاطر پدر بچه خود از دست میته زیاد درد میکشه. هنوزم تو مرا مقصر فکر میکنی علی؟ ای که ما بچه ما را از دست دادیم مقصر اصلیش تو هستی. نمیتونستم اجازه بدم که علی جانم همو قسم شوه. از امی خاطر درباره او برات چیز نگفتم. به خاطر مرگ سلیمان همیشه مرا مقصر فکر کردی، اما هدف او بام سلیمان نه بلکه ما بودم. ایره خودتا میفهمی وزلم. او روز اگه بازم به خاطر گپای حق و ناق جنگ و دواره خستانده پیش مادرت نمیرفتی ده او موتر سلیمان نه من می بودم. یعنی حال تو گناه را در گردن من اندازی ها؟ همه ترس؟ نه من کسی نیستم که پشت گناهگار بگردم. به خاطر این موضوع تو را هیچ وقت گناهکار فکر نکردیم، چون چیزی که در تقدیر نوشته باشه او را نه تو و نه من تغییر داده میتونم. همیشه تقدیر گفته نرو. میتونستی که تقدیر خودت هم تغییر بدی علی. چقدر برات آزار کردم. گفتم وظیفه تا اعلا کن. گفتی اعلا میکنم اما اعلا نکدی. به خاطر او تصمیمه که تو گرفته نتونستی. امروز بچه‌م پیشم نیست. ده ای باره چندین بار گپ زدیم مظلم. نمیتونستم ایلا کنم. زندگی و قدر انسان ها وابسته به ما بود. فهمیده و دانسته و انسان ها را نمیتونستم در دان مرگ روان کنم. به خاطر نجات دیگران تو خانواده خودت فراموش کرده بودی. ما مجبور شدم که علی جانه گرفته ازت فرار کنم. هرچی که میشد توی حقا نداشتی. به مو اندازه که تو سر علی جان حق داری به مو اندازه ما هم سرش حق دارم. از ای که او را از ما به این شکل فرار دادی ترسناک است، بسیار ترسناک. اما به او اندازه ترسناک نیست که سلیمان در انفجار از بین رفت. ما کار درست انجام دادم چون دیگه برم چاره‌ای نمانده بودی. آی چرا چیخ بزنی؟ چی گپ هست؟ علی جان بیدار میشه. خوش آمدی علی. دوباره وضعیت علی جان برش گفتی؟ گفته نتونستم مادر. دخترم چرا برش گفته نتونستی؟ میگفتی؟ چطور بگویم؟ نه حالت نیست که بشنوه. هرچی میگفتم میگفت پسان بگو. دخترم یعنی ما برش بگویم چطور؟ آه مادر.
به من یک تابلو رو نشان داده بودی نه؟ من به تو یک تابلو رو نشان بدم. ای خانه ای خانه مثل قبرم است. و هر وقت داخلی خانه میشم میمورم. توی قسم خوش هستی. تا که تو خوش نباشی من هیچ خوش بودن نمیتونم سیفده. اما ببین کم مانده بود که به علی کل چیز بگویی. اگه میگفتی چی میشد؟ سیفداد تو اتفاقات نمیبینی. از اینکه پدرت بچه علی را کشته یک تصادف بوده نمیتونه. تقدیر کل را به طرف ما میکشانه. چرا مقاومت میکنی؟ هر چیز امکان داره، اما ما تو هیچ وقت کدام آینده ای نخواد داشته. باز میبینه. وداد تحمل که بیادرم. من میایم میرسم. حالا میرسم. دویگو زنگ زدی؟ پیلوت رسیده یا نه؟ پدر گفت وقت رسیدم زنگ میزنم. هنوز زنگ نزده. های منتظر هستی چی را بشنوی علی خان جان؟ رستورانتش در گرفته بود. خیلی نمیرفت. چی میکرد برام بگو. ای چه قسم آتش سوزی بود من خو هیچ نفهمیدم. مادر این کاکا کی است؟ اینا یک مهمان خاص ما است بچیم. خوش آمدین. خوش باشی. اما احوال پرسی ای تو خشک خالی نمیشنی؟ یعنی اول باید قول بتیم. حالا بچیم مهمان ما خدا بیگانه است نکنه. دزم تو به حیث صاحب خانه باید با مهمان گرم و صمیمی رفتار کنی نه؟ به خانه ما خوش آمدین. کدام چیزی میخواین؟ بله ما به شما یگان چیز میاریم. چی میخواین؟ نه یا یک دقیقه صبر کو فکر کنم. در اصل از کمیت یک ماچ میخوایم. البته اگه تو اجازه بدی.
علی جان، تو طرفدار کدام تیم هستی؟ فنرباغچه. حد زده بودم. بسیار خوب. اگه میخوایی در باغچه همراه چند دقیقه توپ بازی کنم چطور؟ سعیست، اما مگر با زبان نمیپاشم. سعیست، من میباشم اما گل نمیخورم. نخو میزنم. سعیست، حالا تو به طبیعی که بریم. علی جان، علی جان، علی جان. بچه علی جان، مادر، امبولانس بخواین، علی بیهوش شده. باز بیهوش شد. علی جان، علی جان. سعیس، بچه علی جان. وداد تحمل کو بیادرم. آمد و من نمیرسم. رسیدن نمیتونی خانم مدیرن. ناوقت کردی. نامرد هارپتلو، بچه مگه به یک ترموش ضرر برسانی سراخ به فرار کردن پیدا نمیتونی. تا پیش از این که زیادتر از این خیال بافی نکردی من برات حادثات بگویم. حال ودت میموره، فهمیدی؟ هوش کنی نامردی کار نکنی هارپتلو. من میدان آماده میسازم. وقتی می آمدی فراموش نکنی که کالای رقصم همراه بیاری. تو دست پای زدن پیلوت نخواد دیدی. به بار آخر خدافزی کن. بچه گوش کن، اگه در حق ودت کدام کاری کنی باز مطره. حقت حلال کو بیادر صبر کو بچم. نکو بچم، طاقت کو. من میرسم چند دقیقه دیگه میرسم. ناوقت نکنی پیلوت. تا پیش از این که لاش بیادرت سرد نشده اینجا بیا. نامرد بیادر من. بچم بشنو لعنتی هارپتلو. بیادرم بچم نموری بچم. اما آمدم من نمیرسم. وداد سیفدا، تو از سینان خبر داری دخترم؟ نه، چرا سینان چی شده؟ امروز با تماس شده نمیتونیم دخترم. یعنی چی که نمیتونیم پدر؟ یعنی نمیتونیم دیگه نیست. یک دقیقه ببینم شاید در کدام جای بند مانده باشه. چی بفهمم شاید موبایل شده موتر فراموش کرده باشه. حتما که میایه. اما چندین ساعت تیر شده. با پلیس و حوزه خبر بدیم چی کنیم بگو. تا که 24 ساعت تیر نشونه نباید به پلیس زنگ بزنیم. میگم که صبر کنین. اقا گپا کلان نکنین. این بچه کجا باشه؟ خب یک بار به دوستای زنگ بزنیم. زنگ زدم جان مادر، زنگ زدم ده هیچ جای نیست. چطور ده هیچ جای نیست ها؟ نیست دیگه. وداد بیادرم وداد.
خوب هستی نه؟ 1000 بار شکر که خوب هستی. اگه فراد بیادر با وقت نمی رسید باز. بیبی بیادرت با وفا برآمد. در وقت مردن نخواست که تو را تنها بانه. هار بودلو سر جای غلط حمله کردی. همراه آدم غرضدگی بشرف. پادرش آماده. بیرون برای. زود شوین براین. احمقا براین. مانع آمدن او شوین. زود شوین. رئیس از این طرف. خیر ببینی فراد بیادر. بخیر باشی. بخیر باشی. یک روز پیشم آمد. گفت مادر پایم زیاد درد میکنه. گفتم کلان میشی بچیم. آدم که کلان شوه اقسم میشه. تشویش نکن. گفت میخوایم بیشتر از این باستقبال بازی کنم. تو با خدا گرفت و به باغچه رفت. بچه قنده بسیار قلب پاک داره. بسیار معصوم است علی. معصومیتش از چشمایش معلوم میشد. باز یک شو شروع به استفراغ کردن شد. بیحال شد. به تختش بردم و خوش دادم. گفت مادر دیگه تحمل نمیتونم. پایم زیاد درد میکنه. نمیخوایم کلان شوم. به شفاخانه بردمش. معایناتش کردم. برایش بسیار زیاد خون نیاز بود. دکترام خون خودم معاینه کرد. اما از هیچ کدام اونام سر نخورد. کاش خونم از سر میخورد. اما نخورد. بسیار مجبور شده بودم علی. هیچ نمیفهمیدم چیکار. حالا دیگه فقط تو آخرین امید بچه ماستی. بعد از علی رازبان بردم ایتونه. علی آخرین شبه که